احمد حنبل وقتی بچهش زن داد همین یک نصیحت شامل بود. گفت بچم همین زنک مردم همین دوست می‌داره که در خانه کلونی کنه. با معنای کلونی چیه؟ میخواد که همین خانه از آن او باشد، مالی همون باشد. اینا گفت دوست می‌داره و دوست می‌داره که مردک بگش که دوست می‌دارم. همین رو میگه دوست می‌داره. میگه در همین دو چیز بخیلی نکن خوشبخت میشه بچه. ببین بخیلی نکن. میگه همین زنک هم میفوره که بگوی دوستش می‌دارم. های پیغمبر نازنین پرسیدن کی را از همه زیاد دوست می‌داری؟ گفت عایشه را. گفتن حضرت ما مقصد ما ای مردکا کی را دوست می‌داری؟ گفت پدر عایشه را. های پیغمبر نازنین میگه عایشه را دوست می‌دارم. اگر ما بگیم زن ما را دوست می‌داریم آیا همین گناه است؟ یعنی زن دوست داشتن هم برادرای عزیز این از سنت پیغمبر ما است. پیغمبر گفت سه چیز در دنیا دوست می‌دارم: دایم خوشبویی را، نماز، زنک به خاطر اشتی مقصد شهوت چرانیش نه، به خاطر که بسیار نقش بزرگ داره، بسیار نعمت. همین حضرت خواندن که بهترین نعمت زن صالحه. همین مردکایی که زن داره این همین حاضر برد خانه همین نباشه چخیلی، همین یک روز نباشه دو روز نباشه نمیشه. ببینید چقدر، زیرا خدای مهربان در قرآن گفته است و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. این سوره روم ده. یکی از قدرت‌های من همین است، میگه که من زن ای مرد آفریدم. ببین حضرت آدم در جنت وقتی آفرید، تصور کنید جنت آخر دیگر چیزی نیست که در اونجا نباشد. هر چی دلت میخواهد الله میگه در جنت هست. حتی در اونجا دیگر این میوه را پوست کردن نیست. همین دلی در اشتیاق آمد میگن تا شیشتگی خیرش پایان میشه میخریش. اسبت میخوره، اسبت میاره سوار شد. چیزی میخوای. حتی پیامبر یک دهقان بود است، همین شدگار کردن دوست میداشته. گفت حضرت من همین شدگار کردن دوست میدارم، جنت برای من میتیاد. گفت اگر تو شدگار کردن دوست داری خدا همونجا زمین میآفره، همونجا بیلت میته شدگار کن. چیزی دلت میخواهد در همون خیال جنت. حضرت آدم رو ببینید که راحت نیافت، طریق رنگ چیزی را گم کردگی است. الله که میدونست که ایرا آرام کنندش زن است. در رفت از قبرگاه حضرت آدم گرفت و یک وقت کلانی روانی برآمد که میکردن یا کردن. کلانی روانی اینا عقل نداشت، امر دراز ندید، ولی الله مهربان گرفت از قبرگاه حضرت آدم مامه آفرید. وقتی ایرا آفرید بین لتسکنوا الیها، حضرت آدم یکی راحت